خب سلام و عرض احترام خدمت بینندای از این ویدیو. انشالله هر جا که هستین و از هر جا که ویدیو رو میگیرین نه خوش باشین و سالم صحتمند. آره دیگه همونطوری که مستحضر هستید آقایان محمدی، حاج آقا جلیلی و آقای رحیمی بهترین مامای منطقه 22 21 و همه دیگه همدیم کمپینگ در نام از کمپینگ پلاس چیه مامای؟ در کمپینگ پلاس رایخمند در کرنتین کشور اتریش. دیگه موی آقای رحیمی که دیروز هم ده اصلا پاس رسیدی شاو خیلی باران بود، خبر ندارم که تجربه آقای رحیمی چی رقم بودیم شاو خدنزی باران چطور بده؟ خواه رفتی نرفتی سه؟ آره دیگه آره یک خاطره بمونه دیگه دیور میگرون که اول سلام کو. سلام عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، هر جایی که ما را بیننده هستید. امید که جناب آقای احمدی فرمودن برادر ما دیروز اینجا آمدیم، قبل از اون خارزه با آقای جلی بولیم اونا یک چند شب پیش اینجا تشریف آورده بودن، اینجا رو منور کرده بودن نه؟ اینا رو فرستادیم به نواج پیشمرگا. بعد ما دیروز آمدیم، خلاصه دیشب که مفصل خیلی باران شدید و رقمش بود دیشب بارش، واقعا کم بود زیاد بود میانه رو بود، خلاصه رقم گذراندیم دیگه، ولی بازم خیلی خوب بود انشالله که حال چی رقمه؟ حال چی پیشنهاد نیده دیگه راه؟ دیگه دوستان همین پیشنهاد همی هست اگر خواستن بیاین خونمی دمی یک کمپین پلاس رایخمند مگسل من جسته جایش خوب شه و منطقهش فضا و محیط جای همه جایش واقعا خوبه. ما توان زیاد هم نگشتیم ولی از همزی منطقه کلان هستیم فعلا سلمونیم جایش قشنگه. آره یک دریاچه پالوشه و هوایش هم خوب است، همه چیز دیگه با شهر نزدیکه، همه چیز میتونه از اینجا برای خورد و خوراک تهیه کنید. خب این در کل کمپینگ هم دور پیشنهاد منه دیگه بلده کسایی که بیتنه لازم میدونم پیشنهاد که چه لازم میدونم برای هر انسانی که میخواد کمپینی باشه آقا اینجا باید کمپین کنه. این کمپین کردن داره. قول و سلمان. خود چیه تفاوتی از این کمپینگ و از اون کمپینگ دیگه که رفته؟ اون دفعه باران بودیم باران بود، تفاوت بین از این اردو از این باران چیه؟ نه از باران که یک رحمت الهیه که نمیشه پیش بینی کرد، هر موقع آمد دلش میاد و میره اونو چیه ولی اون یک چیز دیگه مشکل دیگه داشت، یک جلگی دیگه دفعه اونش میشه آدم قابل تنظیم. تو از باران ترس نخورده، از جلگه ترس خورده ده؟ خیلی سرسده داشت و غرس و خلاصه خداشمون نشون ندی ها؟ خداشمون اینجا که از واقعا جایش کلن جایش که به نظیر عالیه واقعا. فضای دریاچه نشون ده، آب تمیز برای شنا برای همه چی واقعا عالیه. اینم ساله جان دیگه اون طرف برج آره اونجا هم که بوری دیگه همه جای کرنتین را قشنگ میتونی بینگرنه. خب تشکر آقای رحیمی از این گزارش مفصل. تو آقای جلیلی صاحب شما لطف کنین از تجربیات خوب بلده دوستا قصه کن، چه رقم بود چه رقم نبود، توصیه منین نمنین؟ والله توصیه کو هر کس سلیقه شده که ما آقای محمدی خان چهارشنبه هم تا حالا خیلی جاهای خوبی رفته لذت بردیم واقعا. دیگه پیشنهادیم دوستایی که وقت دارن واقعا باید استفاده کنن. کمپینی هستن ها؟ کسایی که اهل کمپینن باید فضای عالیه دیگه همین دیگه. خیلی عالی. مامای نظر از تو چیه؟ صحتمند باشین دیگه. آقای جلیلی و حیدری دیگه همه اطلاعات رو بخششم داد دیگه. آقای حیدری نی آقای رحیمی عزیز مامایش از حیدر هست تو بخید
خب بخشش باشه چون که در ویدیو کسی یک ذره استرس میگیره آدم حافظه دیگه بالاخره عالیه. تو خوبه دیگه بالاخره هر کسی که شوق علاقه طبیعت داشته باشه دیگه میتونه باید خدایی نداره یا این کمپینگ پلاتس یا هر جای دیگه کمپینگ پلاتس دیگه در نظر داره. هر کس بالاخره در علاقه خاص خود داره دیگه. نه کلا این کمپینگ هم دور پیشنهاد منی نه؟ کمپینگ هم دور که آره کسی که خیلی عالیه. بس خلاصه طبیعت رو دوستش داشت میتونه باید در غیر از او دیگه باریشه که بایم فرار نه. گفتیم ما فرار نکنید. شیرم میا اگر زیاد گرمی باشه داخل از او به اصطلاح خیمه یا سل ششتونش هم سخت است. اگر مثلا باران باشه خونه دیگه خب امشب بعضی برادرها خواه نرفتن باران سر صدا بود. خوبی بدیخ داره دیگه. اینا بهترین هواست یعنی. آره واقعا چه نه در کل لذت بخش خداییشه. گرچه می اولین دفعه بود. جور و صحتمند باشین برادرها دیگه. خب تشکر. آره دیگه نه موریم انشالله هر جا رفتیم ویدیو میگیریم برای دوستا از تجربیات قصه منین دیگه. هر کس هم که شوق علاقهش داشته باشه واقعا به شدت توصیه میشه. خیلی عالی و لذت بخشه. این فهمیدک باور ندارن انجا که از لینا و الهه اینا اردو علی شما اردو چیز نظر دارین در باره امزی کمپینگ و چیزا؟ ها؟ چیز خیلی خوبه؟ ها؟ آها این عالیه؟ اوکی خب تشکر.